از 21 تا 23 ایون در خدمات مهاجرت تاجیکستان از جانب شرکت پیک مودول شهر مسکو نامنویسی شهروندان تاجیکستان برای کار در این شرکت ادامه داشت. بنا به اطلاع رسمی پیک مودول، کارگران سنشان تا 43 را به کار قبول میکنند و تمام خراجات آنها برای رسیدن تا شهر مسکو از جمله پول چپتهشان را پرداخت میکند. خبرگزاری خاور با نشر چند عکس از مراسم نامنویسی کارگران برای این شرکت خبر داد که کار در ساختمان‌های شرکت پیک مودول در دو بست برآمده شده از ساعت 6 صبح تا 8 شام، یعنی در یک روز 12 ساعت دوام میکند. پیک مودول به کارگرانش از 55,000 تا 65,000 روبل روسی معاش وعده کرده است. در عکس‌های نشر کرده خاور دیده می شود که مردم زیاد خواهشمند کار در ساختمان‌های مسکو برای نامنویسی نوبت گرفتند. نامنویسی برای کار در این شرکت تا شام 23 ایون دوام میکند. برای معلومات بیشتر یا فهمیدن امکان کار در شرکت‌های دیگر، خواهشمندان می توانند به خدمات مهاجرت با سراغه شهر دوشنبه کوچه عینی 121 مراجعت نمایند. بنا به اطلاع دریافتی، گردش سالانه شرکت پیک مودول در سال 2019 یعنی تا پاندمی 1.8 میلیارد روبل و فایده صافش 141 میلیون روبل را تشکیل داده است. رهبری شرکت را الگ منشکوف بر دوش دارد.